سکس بالاترین سطح تبادل انرژیه. ارتباطی بین دوتا روحه. وقتی بدون شناخت وارد رابطه میشی، چاکرای ریشت رو کامل در اختیار طرف مقابلت قرار میدی. انرژی طرف مستقیم میره تو حالت. تو خبر نداری پشت ظاهرش چه تاریکی و چه زخمی خوابیده و هر رابطه همون تاریکی رو به درون تو منتقل میکنه و فرکانس تو پایین میکشه. حالا همین مفهوم تو خدارضایی واضح تره. اون حس پشیمونی بعدش واقعیه. این وسوسه از درون تو نیست. تو با چند ثانیه لذت عصاره وجودت رو تخلیه میکنی و چاکرای ریشت رو در اختیار تاریکی قرار میدی. پشت بعضی سایت ها و ویدیوها چیزی پنهان شده که با روان و انرژی آدم ها بازی میکنه. 2 تا دام جلوت میذاره. اول اینکه تنوع طلبی رو عادی کنه و قانع نباشی. دوم اینکه با زمانهای غیر واقعی ویدیوها مقایست کنه و حس ضعف بندازه تو وجودت. در حالی که انرژی جنسی اگر نگه داشته بشه از چاکرای ریشه شروع میکنه بالا رفتن تا برسه به چاکرای تاج. اونجاست که بیداری، آگاهی و قدرت واقعیت فعال میشه.